و جاء ربک والملک صفا صفا. آسمون دوشقه میشه، پروردگار قضاوت رو به دست میگیرن در روزی که هیچ جنبنده ای جرأت حرکت نداره. ملائکه گروه گروه نازل میشن، همگی خاشعانه در صفوف منظم در مقابل عرش پروردگار به خط میشن. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انى له الذکری. به فرمان پروردگار دوزخ آورده میشه، سخت ترین قسمت و نقطه اوج قیامت به پا میشه. عرش پروردگار، 7 صف از ملائکه، زانوهای به لرزه در اومده، چشمهای گریان از ترس، لبهای خشکیده، موهای سفید شده، تمام مخلوقات خداوند در وسط این مهلکن. الله به دوزخ فرمان میده که وارد میدان بشه. دوزخ یه شعله آتش نیست، دوزخ یه حفره آتش نیست، دوزخ یه هیولای خشمگین و درنده و سهمناکه. یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. هیولایی که توسط 70,000 زنجیر مهار شده، هر زنجیر هم توسط 70,000 ملائکه کشیده میشه. در مجموع حدود 5 میلیارد ملائکه دارن دوزخ رو مهار میکنن. ملائکه‌ای که هر کدومشون میتونن به تنهایی و با امر پروردگار یه شهر رو با نوک بالشون زیر و رو کنن. در این مهلکه ملائکه هم دارن توی مهار دوزخ مشقت میکشن. ترس و وحشت تمام مخلوقات خداوند رو در بر میگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن تمام آتشی که در این دنیا برافروخته شده تنها قسمتی از 70 قسمت آتش جهنمه. حرارت آتش این دنیا هم تنها قسمتی از 70 قسمت حرارت آتش جهنمه. و ترى کل امت جاثیه. وقتی دوزخ به فرمان پروردگار آورده میشه، تمام مخلوقات از جن و انس، پیامبرا، شهدا، ایماندار و به ایمان، همگی از ترس روی زانوهاشون میافتن. تمام مخلوقات فریاد میزنن که یا الله ما رو پناه بده، یا الله ما رو نجات بده. و دوزخ له زنان به سمت مخلوقات روانه میشه. دوزخی که شراره های آتش ازش بیرون میاد، هیولایی که پس از سالها انتظارش به سر رسیده. همونطور که برخی افراد بدون حسابرسی به بهشت میرن، بعضی افراد هم بدون حساب و کتاب مستقیم طعمه دوزخ میشن و دوزخ در همین صحنه اونها رو میبره. چشم تمام انسان ها از ترس و وحشت به سمت زمین دوخته شده و کسی جرأت سر بلند کردن نداره. هیولایی که وقتی بعداً کاملا پر از مخلوقات خدا میشه، ازش سوال میشه یوم نقول لجهنم هل امتلأتی. آیا پر نشدی دوزخ؟ آیا بست نیست؟ آیا باز هم جا داری؟ فریاد میزنه و خطاب به پروردگار میگه که هل من مزید. آیا باز هم هست؟ آیا کسی دیگه هم هست؟ آیا بی ایمانی باقی مونده؟ یوم نقول لجهنم هل امتلأتی و تقول هل من مزید. پروردگار خطاب به انسان ها میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مگه بهتون نگفتم بنی آدم که شیطان رو پرستش نکنید و پشت سر اون ملعون راه نیفتید؟ مگه از روز ازل بهتون نگفتم که این ملعون شما رو با خودش به قعر جهنم میکشونه؟ مگه نگفتم فقط من رو پرستش کنید؟ مگه راه راست رو بهتون نشون ندادم؟ پس چرا گوش ندادید و امروز این شکلی به خاری و ذلت افتادید؟ هذه جهنم التي کنتم توعدون. این همون دوزخیه که بهتون وعده داده بودم، همون دوزخی که به باد استهزا گرفته بودید، همون دوزخی که فراموش کرده بودید. پروردگارا همه ما رو در پناه خودت قرار بده. پروردگارا به ما و همه مسلمانان رحم کن. پروردگارا در این ماه مبارک ما رو از شراره‌های آتش سوزان جهنم به دور نگه دار. پروردگارا بهمون کمک کن که مسیر زندگیمون رو در مسیر اطاعت و عبادت خودت قرار بدیم. پروردگارا ما رو از جمله بهشتی‌ها قرار بده. پروردگارا ما رو از جمله رستگارای ماه رمضان قرار بده. آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.